دوستان عزیز، عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما بزرگواران ایرانیان خارج از کشور و داخل کشور. امیدوارم که تا سلامتی رو سرتون باشه و دلاتون گرم و کانون زندگیتون رو به راه و گرم و فانوس زندگیاتون روشن و پر نور و تا سلامتی رو سرتون بمونه. انشالله که چرخ روزگار به کام دلتون باشه به چرخه و صمیمانه ازتون عذرخواهی میکنم بابت اینکه در لایو باعث ناراحتیتون شدم. به خاطر بنده حقیر ناراحت شدین ازتون صمیمانه عذرخواهی میکنم. امیدوارم که منو ببخشین. ایشالله که زنده باشین و سرفراز در هر جای این کره خاکی هستین. موفق باشین و پیروز و پایدار. مانا باشین. عاشقتونم. عمو حسن.